عروستان شهید شد. اولادی بود دختر اسم گلاوطین شمسی دیل است. گذری مولا سعدی ورزبالی خل ولایت سمنگان. گاهی وقت اما اصول کارم نمیتونم مراحت بکنم. عاطفه چیزی است که انسان به هر حال شبی که زلزله شد خدا کنه بخیر گذاشته باشه همینجا بودین. بله میشه کمی قصه کنیم؟ باش. یک بود، یک و پنج بود، یک و تا بود. دقیق گفته ساعتش رو میتونم. در این اتاق سیر ما که اشتکای 8 نفر اونجا خواب بودیم. عروس ما بالا که یک اشتکه که 12 سال اونجا خواب بود. شاورش لیب سرک انار فروشی میکرد. شاورش لیب سرک انار فروشی میکرد. یک ساعت سه دو ساعت سیر انار خوردی و کلان از باغا میخریدیم. میماندیم در خانه. بعد میبردیم سرک سودا میکردیم. فایدهش روزگاری ما رو میبردیم. باقی ماندیش مردم پولش میدادیم. شاوریش همون شب مزار بود، سنل به سرک بود، انار فروشی خودمون داخل خانه بودیم، مراسم اونجا بود. یک یا کم یا تا بالا زلزله بسیار شدت شد. او چه از خوابم خیستم نمیفهمم ما چه اسنایی رم چی رقم برآمدیم چی گپ شد. فکر میکنین که یعنی جاگی پایتون من رسیدم اینجا تشنا بود، بالاش دالزک بود. چیزای عروس من اینجا بود، عروس من بالا خانه خواب بود. وقتی که من برآمدم یخش من دستری مزد فعلا خودی منم زخمی هستم. نه فعلا خودی منم زخمی هستم. 15 کوک زده سرم تشکر. 15 کوک سری من خورده. عروس من بیچاره میبرم دالزک میداره. مادر میگه برای اینکه اشتکار گرفته برای اینکه زلزله شد. تو که مادرش میخزه ما گواره میگه مشتاق داخل گواره بود. گواره واز میکنیم میمونه. بیرون میبره اینجا که 2 منزل چاپه میشه. بیچاره اینجا شهید میشه. اولادای ما که مادرش کلیش همیشه زیره که خاک بود. یک جای بود بس خلاص. سلامت هست تسلیت. خداوند مغفرت کنه. سلامت. چیزی که رضای الله بوده. تشکر زنده باشید. باور بکنین ما گفتم اگر کار یک کسی باشه آدم بره امرایش جنگ کنه. بله. ما شما دیگه چاره نیست، هیچ امکان نیست. خودی ما هم که میگرفت ما آمده بودیم. عروستان شهید شد. اولادی بود دختر اون رقم ما خدا بند پیدا که دیگه نمیتونه نفری